درود، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز توی این ویدیو قراره که به شما حل مبتدی روبیک 3% رو بدم. این واقعا مبتدی ترین حالتیه که من میتونم بهتون آموزش بدم. جدا بخوام یه مبتدی تر از اینم هست، ولی به روش داستانیه واسه کودکان زیر 6 سال به پایینه که دیگه اون ویدیو هم در آینده قرار بسازیم. و قبل از اینکه شروع کنیم خوشحال میشم که بی زحمت اون چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم بذارید. دمتون گرم. فقط من این آموزش رو بر حسب این میدم که ویدیوهای قبلی که نحوه نامگذاری و انگشت‌گذاری روبیک هست و شما دیده باشید، چون که من دیگه نمیام بگم اسم این لایه مثلا چه میدونم اسم این لایه آر هست. این چیزها رو دیگه توضیح نمیدم، فقط آموزش حل و فرمولا رو بهتون میگم. به سبک حرفه‌ای هم نمیگم، حالا که بخواید بگید گیچید و اینا، نه، خیلی باز مبتدی هم. دقیقا چیزی بود که من خودم تقریبا داخل 10 سالگی اینو روبیکو یاد گرفتم و به همین روش هم یاد گرفتم. حتی دارم راحت ترش الان توضیح میدم. یه سری فرمولاش حذف شد، یه سری فرمولا راحت تر جاش آوردم، پیدا کردم و دارم بهتون آموزشش رو میدم. قبل از اینکه شروع کنیم گفتم واسه یه حمایت کوچک از من ویدیو لایک کنید، یه کامنت بذارید، چنل هم ساب کنید دیگه. همین، دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. خب ببینید، واسه حل مشابه روبیک شما باید یه دونه کراس درست کنید. روبیک 2x2 خب زوج بود، لازم نداشت، ولی روبیک های 4x4 هم تهش، حالا واسهتون توضیح میدم در آینده وقتی ویدیوشو گذاشتم، رنگا رو درست میکنید و نهایتا این روبیک 3x3 حلش میکنید. حتی روبیک 4x4، 5x5، 6x6، 7x7 به ترتیب، به غیر از دیگه روش‌های حرفه‌ای که دیگه باز اون فرمولای دیگه داره که بماند. وگرنه اگه مبتدی بخواید حل کنید، شما مثلا این دسته‌های ایج رو درست میکنید، رنگاش باشه، دسته‌های ایج درست میکنید، کورنلا رو هم درست میکنید، تاش این روبیک 3x3 حلش میکنید. که واسه حل روبیک 3x3 اول کار اینه به علاوه یه دونه کراس درست میکنید که حالا آموزش رو بهتون میدم. بعدش این گوشه ها رو درست میکنید، بعدش مهره های وسط رو درست میکنید، یعنی لایه وسط رو درست میکنید و در آخر هم لایه زرد رو درستش میکنید و به همین راحتی. سر جمع نهایتا شاید شما 5-6 تا فرمول یاد بگیرید واسه کل این 5-6 تا فرمول کوتاه و راحت. فرمول چه میدونم 2 خط فرمول هم نیست، خیلی فرمول راحتیه. انگشت گذاری خیلی راحتی داره که بخواید بگید واسهتون سخت باشه اینا، نه، خیلی راحته، واقعا راحته. من کلا آموزش روبیک 3x رو داخل 3 قسمت واسهتون میذارم. قسمت اولش که اینه، دقیقاً حل لایه اول، رنگ سفید. قسمت دوم لایه وسط و قسمت آخرم لایه زرد. خب بریم اینو خرابش کنم، برگردم و به شما آموزششو بدم. خب واسه اینکه بخواید شما این به علاوه رو درست کنید، راحت ترین راهش اینه که بگردید این مهره های، حالا من اینجا خودش اتوماتیک درست شده ولی با همش میریزیم، بگردید این مهره های دستای ایج یا لبه رو که داخلشون رنگ سفید هست رو پیدا کنید. مثلا یکیش اینجا هست، یه دونش اینجا هست، یه دونش اینجا هست، این 3 تا، اون یکی دیگه هم اینجا بخش رنگ سفیده. شما اینو کاری اصلا به این بغلاش نداشته باشید، مثلا رنگ بغل نداشته باشید، فقط این رنگ سفید بالا باشه. به عنوان مثال، خب این نارنجی پایینه، حالا میتونید دیگه نیاریدش بالا، میتونید یه راست بریدش روی بخش نارنجی و اینو درستش کنید. ولی خب ما فرض میکنیم که میخواید بیاریدش بالا، اینو 2 دور میچرخونید. اگر که سفید، رنگ سفید این نارنجی پایین بود، یعنی به این شکل سمت پایین بود، اینو 2 بار میچرخونید و میاریدش سمت بالا. خب میریم سراغ بعدیا. این سبز اینجا هست. خب این سبز جاش درسته الان بالا هست، ولی مشکلش اینجاست که رنگش اشتباهه، جابجاست. ببینید اینو ما میدیمش سمت راست یا چپ. خب سمت راست نگاه میکنیم میبینیم سفیده. خب اگه که با بدیمش سمت راست به این شکل و برش گردونیم این درست میشه، ولی خب رنگ نارنجیمون خراب میشه. خب برش میگردونیم میبینیم سمت چپمون باز هیچ رنگ سفید این بالا نیست. خب مشکل نداره، میدیمش سمت چپ، میدیم بالا. خب به همین راحتی 2 تاش اومد بالا. اینجا قرمز، این قرمز یادتون اینجا گیر کرده بود، با این روش اومدش این بغل و دیگه گیر نکرده.
خیلی راحت میچرخونیدش دوباره سمت بالا و میادش بالا. خب الان یه مهره دیگه داریم پایینه و رنگ سفیدی هم رو سمت رو به خودتونه دیگه، پایین نیست. اگه پایین بود که دوباره میچرخوندیدش. چی کار میکنید؟ خب اینجا باید بیاریدش دقیقاً زیر لایه‌ای که مثلا اگه که میخواید بیاریدش اینجا، نیاریدش زیر این، ببریدش زیر لایه سمت راست یا چپش. خب الان مثلا ما میاریمش زیر سبز. خب وقتی آوردیمش زیر سبز اینو میچرخونیم و میاریمش روی این لایه سمت راست یا همون آرمون. خب الان این اومد با این یکی شد و میدیمش بالا. این هم واسه اینکه خراب نشه دوباره برش میگردونیم. به همین راحتی تمام رنگ های سفید ما اومد بالا. توی این مرحله چی کار میکنیم؟ توی این مرحله کاری دیگه به اینجا نداریم چون ما اینا رو همه رو آوردیم بالا و درست کردیم. نگاه این رنگ روبرومون میکنیم. خب الان مثلا اینجا سفید و سبز درست شده، دوبار میچرخونیمش و اینجا رنگ سفید و آبی درست میشه. خب رنگ بعدی سفید و سبز میچرخونیم یه بار، حالا یا چند بار بسته به حالا اون حالتی داره که بخواد درست شه. خب الان ست شد، دوبار میچرخونیمش سفید و سبز درست میشه. خب رنگ بعدی سفید و قرمزه که خودش اتوماتیک درست شده، نشده بودم مثلا اگه اینجا بود، اگه رو نارنجی بود خب یه بار میچرخونید نشد، یه بار دیگه میچرخونید شد. خب این الان ما دوبار میچرخونیم سمت پایین و این درست میشه. خب بعدش یکی دیگه نارنجی مونده، نارنجی رو هم ست میکنیم دوبار میچرخونیم. به همین راحتی ما یه دونه به علاوه درست کردیم. توی مرحله بعد شما یه فرمول بهتون میگم که میتونید این گوشه ها رو درست کنید. یه فرمول دیگه هم میگم که اختیاری، اگه دوست داشتید میتونید اون رو حفظش کنید، نکردیدم هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی خب دیگه رکوردتون میاد پایین‌تر و خب بهتره دیگه. اگر نگرفتید واسه مثلا چون تازه کارید مشکلی نداره. خب اینجا ما میگردیم دنبال مهره ها که داخلشون سفید باشه، کورنل هایی که داخلشون رنگ سفید باشه. مثلا اینجا الان سفید آبی قرمز رو ما داریم، ما اینو میبریم دقیقاً زیر جایی که میخواد بهش انتقال پیدا کنه. این سفید آبی قرمز میخواد بیاد بالا اینجا، این جاش اینجا هست. خب واسه این کار وقتی که ما آوردیمش زیر اینجا یه فرمول داره، آر پایین دی چپ آر بالا دی راست. اینو دیگه حالا یک بار باشه، 3 بار باشه یا حالا هر تعداد باری باشه بزنید اول آخر درست میشه. حالا مثلا مثل الان خیلی طول میشه، باید چندین بار بزنیمش، ولی یه بار میبینید فقط یه بار فرمول رو میزنید حل میشه دیگه. حالا بسته به این حالتاشه که هیچ مشکلی واسهتون پیش نمیاد. الان مثلا اینجا جاشو درست کردیم و این فرمول رو میزنیم، آر پایین دی چپ آر بالا دی راست، 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 آر پایین دی چپ آر بالا دی راست. تقریبا شما بین 1 بار، 3 بار و 5 بار اگه اشتباه نکنم بزنید درست میشه. 1 باره یا 3 باره یا 5 باره. خب رنگ بعدیمون سفید سبز نارنجی. خب این اتوماتیک سر جاش خودش قرار گرفته توی اون لاین و این فرمول رو میزنیم، آر پایین دی چپ آر بالا دی راست. ببینید ما 1 بار زدیم این درست شد. و میگم بسته به حالتی که ایجاد میشه. حالا حالتش منظورم چیه؟ یعنی که سفید سمت راست باشه یا سفید پایین باشه یا سفید روبروتون باشه. اگه سفید روبروتون بود خب 1 بار یه فرمول اختیاری که بهتون گفتم میزنید، عین همین آر پایین دی چپ آر بالا دی راست 1 بار بزنید حل میشه. وگرنه تقریبا باید 5-6 بار بزنیدش مثل همون اولین بار که خیلی طول کشید. که حالا میگم اون اختیاری دوست داشتید میتونید یاد بگیرید، دوست داشتید میتونید یاد نگیرید دیگه. حالا واسه طولانی مدت اگه خواستید میتونید بعد اون موقع حفظش کنید. میاریم دنبال بعدی، اینجا سفید قرمز سبز میاریم زیر لاین خودش. بچه ببینید شما اگه که داشتید میخواستید بچرخونید، حالا اول کار به هر حال خب تازه کارید نمیدونید این میخواید بچرخونید، سعی کنید اینو اینطوری نچرخونید. مثلا اون مثلا میخواد سبز قرمز سفید سبز قرمز میخواد بیاد، اول اون رو انتخاب کنید بعد اینو بچرخونید، اینطوری خیلی بهتره. خب الان دوباره سمت راست 1 بار بیشتر نمیخواد، آر پایین دی چپ آر بالا دی راست تا این درست میشه. خب الان ما نگاه میکنیم پایینمون میبینیم هیچی که داخلش سفید باشه نداریم. خب این بالاست تا رنگش اشتباهه، هیچ مشکلی نداره. دوباره آر پایین دی چپ آر بالا دی راست میزنیم، آر پایین دی چپ آر بالا دی راست، آر پایین دی چپ آر بالا دی راست. چند بار میزنیم و این به همین راحتی حل میشه.
بریم که اون فرمول اختیاری هم بهتون بگم که هیچ کار خاصی نداره دیگه، دوست داشتید میتونید اونم هم حفظ کنید. خب ما الان اینجا سفید آبی قرمز رو انتخاب میکنیم، میاریمش زیر اونجا که قرار انتقال پیدا کنه. اینجا شما میتونید هم آر پایین دی چپ آر بالا دی راست بزنید، هم یا اینکه این فرمول اختیاری که بهتون میگم. فرمول چیه؟ دی چپ آر پایین دی راست آر بالا. خب حالا بچه ببینید، شما وقتی که یه فرمول یاد میگیرید سعی کنید درکش کنید که دقیقاً داخل روبیکتون چه اتفاقی میفته تا اون حل بشه. خب مثلا الان اینجا سفید سبز قرمز، خب میاریم زیر اون تو اون لاین خودش. ببینید وقتی که ما میدیم دی چپ، ببینید این میادش کنار، دی چپ آر پایین، این کلا لایه سفید میادش پایین و برمیگرده سر جای خودش دی راست. ببینید این درست میشه و آر رو برش میگردونیم آر بالا. فرمول آر پایین دی چپ آر بالا دی راست هم دقیقاً همینه. الان ببینید این که اینجا هست سفید آبی نارنجیه، خب میذاریم توی لاین خودش آر پایین، آر رو میدیم پایین و این دقیقاً عین همین حالت میشد که باید دی راست میدادیم درست میشد دیگه، ولی خب باید به جاش دی چپ بدیم و این ست میشه میدیمش بالا و همین راحتی. این یکی فرمول هم حالا روبرونه، فرمولش دی چپ آر پایین دی راست آر بالا و همین راحتی شما تونستید سطح اولتون رو درست کنید. اگه بچه این ویدیو واسهتون مفید بود و به دردتون خورد، کانال ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، حالا هرچی لایک کنید و کامنت هم بذارید. کلا هیچ کار خاصی نداشت و هیچ سختی خاصی نداشت، کلا یه فرمول بود در اصل. اون یکی هم که اختیاری بود، حتی اگه حفظ هم نکردید و چیزی هم نبود که اصلا بگیم بخواید حفظ کنید. کلا 4 تا لایر مثلا 4 تا چرخش داشت کلا. همین دیگه، دمتون گرم. تا ویدیو بعدی که سطح دومه و سطح دوم 2 تا فرمول بیشتر نداره و باید اون 2 تا فرمول رو حفظ کنید که بازم عین همیناست، خیلی راحت، چند تا چرخش هم بیشتر نداره. دمتون گرم تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.